5 سال زمان برد تا بفهمم واقعا چجوری باید از یه زن حمایت کرد و تو 60 ثانیه میخوام بهت بگم. 1. اولش فکر میکردم حمایت یعنی اگه کسی چپ نگاش کرد خشتکشو بکشم سرش، ولی نه، موضوع اصلی تر حفظ آرامششه، نه فقط امنیت فیزیکیش. اونم خیلی مهمه، خیلی، اما دعوا کردن و خیلی بلدن. اینکه بتونی زنی که بهت تکیه کرده رو از آشوب ذهنی و استرس نجات بدی کار هر کسی نیست، مخصوصا وقتی خودت باعثش شدی. 2. باید بفهمی حال خانومت حال خونه است. وقتی خسته است یا حالش گرفته است کل خونه بیجون میشه. واسه همین با احساساتش کلکل نکن، شروع کن به شنیدن، فقط شنیدن حساش، نه بحث سر هر حرف کوچیکش. 3. بفهم تا وقتی زنت مجبور همش قوی باشه نمیتونه راحت و با انرژی زنانه زندگی کنه. بحث این نیست که بگیم بذار زنانه باشه، اون خودش حق انتخاب و تصمیم گیری داره. بحث اینه که من باید اونقدر محکم و مسئول باشم که اون مجبور نشه نقش منو بازی کنه. وقتی یه زن همه بارا رو به دوش بکشه تعریف اشتباهیه بگیم اون قویه. اون قوی نیست، خسته است. این کسچرای اینستا رو ول کن. بیولوژی و تفاوت زیستی واقعیه. خیلی چیزای این دوتا با هم فرق داره. 4. نخواه همیشه حال بدشو درست کنی. بعضی وقتا حمایت کردن یعنی فقط کنارش باشی، نه اینکه بری وسط و مثل من همیشه اوضاع رو بدتر کنی. آرامش یعنی بدونی کی باید کنار بکشی. وقتی یاد بگیری چطوری از آرامش زن محافظت کنی میبینی انرژی اون انرژی تو رو هم میبره بالا. وقتی فکرش باز بشه اعتماد به نفس تو هم بیشتر میشه. وقتی آروم میشه تو هم قوی تر میشی. و در نهایت حمایت واقعی از زن یعنی اینکه تو جوری وایسی که دنیا هر چقدر فشار بیاره اون مجبور نشه تنها بجنگه. یعنی وقتی پشتشو نگاه کرد تو اونجا باشی، نه واسه کنترل کردنش، واسه آروم کردنش، واسه کنارش بودن، نه واسه محدود کردنش، واسه قوی تر شدن خودت و اون در کنار هم، با رفتاری که امنیت میسازه نه ترس. با رفتاری که امنیت میسازه نه ترس. تو هم تو کامنت ها راهنمایی کن و یه چیز بهمون یاد بده. منم فالو کن، زیر پتو گپ بزنیم. شب بخیر. نه ظهره.